سلام دوستان، به کانال تاپ فور مدیا خوش اومدین. در این قسمت به سرنوشت اویی، ماری، هیوبو که برادرای قسم خورده جومونگ بودن میپردازیم. این سه فرمانده که از شخصیت‌های محبوب سریال هستند، سرنوشت‌های عجیب و خونینی دارن که با هم بررسی میکنیم. قبل هر چیز خوشحال میشیم برای دیدن ادامه ویدیو کانالمون رو سابسکرایب کرده و ویدیومون رو لایک کنید. هیوبو یکی از برادرای قسم خورده جومونگ در کنار اویی و ماری بود که در تأسیس سلسله گوگوریو به پادشاه جومونگ کمک‌های زیادی کرد. بر اساس ادعای تاریخ نویسان کره، هیوبو برخلاف اویی و ماری سابقه حضور کمی در جنگ‌ها داشت و به نظر میرسه در کارهای اداری و سیاسی مشارکت داشته که حتی بعد از تأسیس امپراتوری گوگوریو شاهد تغییر شکل ظاهری و جایگاه پستی هیوبو در سریال هستیم. با وجود اویی، ماری، مشاور چوسا و سایر فرماندهین، فرمانده هیوبو نزدیکترین فرد به جومونگ بود. گفته میشه هیوبو از نسل چوسان قدیم بود. بعد از مرگ امپراتور جومونگ، حکومت به یوری فرزند جومونگ رسید. در زمان سلطنت یوری، هیوبو رئیس درباریان قصر شد. در سال سوم میلادی، 22مین سال حکومت یوری، هیوبو با پادشاه یوری دچار تنش‌هایی شد. در شرایطی که کشور در شرایط نابسامانی قرار گرفت، گوگوریو به خاطر قحطی شرایط جنگیدن رو نداشت. به همین علت یوری برای جلوگیری از جنگ یک دژ نظامی گوگوریو رو به هان داد و این تصمیم مخالفت‌های زیادی در پی داشت. هیوبو به تصمیم امپراتور یوری اعتراض کرد و خواستار تجدید نظر در این امر شد و این اختلاف نظرها باعث استعفای فرمانده هیوبو از قصر شد و ادامه عمر خودش رو در بیرون از قصر با مردم عادی سپری کرد و در کهنسالی فوت کرد. برخی مورخان این مسئله رو قبول ندارند و میگن که هیوبو بعد از مرگ جومونگ بدون اختلاف با یوری خودش قصر رو ترک کرده بود. با این حال هیوبو سیاستمدار لایقی بود. در سال 17 قبل از میلاد به او لقب دایبو به معنی هیوبو بزرگ دادند. او توازن سیاسی رو در قصر برپا کرد، اما با این وجود نتونست تا آخر به گوگوریو خدمت کنه. به خاطر همین قصر رو ترک کرد. ژنرال اویی یکی دیگه از برادرای قسم خورده پادشاه جومونگ بود. یکی از پایه‌های تأسیس حکومت گوگوریو و همچنین جزء اولین ژنرال‌های گوگوریو که بعداً به سمت وزیر جنگ از طرف امپراتور جومونگ منصوب شد. اویی اهل یکی از روستاهای اطراف بویو بود که به خاطر فقر از تاجرها دزدی می‌کرد که در یکی از این درگیری‌ها با جومونگ آشنا شد و بعدها به عنوان محافظ وارد قصر شد. او مورد اعتماد شاهزاده جومونگ قرار گرفت و یکی از محافظانش شد. زمانی که جومونگ از بویو فرار کرد، اویی هم همراه او رفت. زمانی که 37 سال قبل از میلاد جومونگ گوگوریو را تأسیس کرد، 5 قبیله جولبون با او متحد شدند. 32 سال قبل از میلاد کشور هنگین و فرماندهی زوانتو با رشادت‌های ژنرال اویی از بین رفت. اما متاسفانه بعد از مرگ امپراتور جومونگ به علت بی‌تدبیری امپراتور یوری، گوگوریو روز به روز ضعیف‌تر شد و متحدان خودش را از دست داد و در نتیجه مرزهای این کشور کوچکتر شد. 14 سال قبل از میلاد در زمان سلطنت امپراتور یوری، قبیله یانگمک با گوگوریو دچار مشکل شد و یانگمک با دشمن گوگوریو یعنی کشور هان متحد شد و علیه گوگوریو جنگ آغاز کرد که در این جنگ ژنرال اویی که وزیر جنگ گوگوریو بود متاسفانه کشته شد. اگه تا این قسمت از ویدیو رو تماشا کردین و مشتاق این سرنوشت شخصیت‌های دیگه سریال جومونگ رو ببینین، خوشحال میشیم که کانالمون رو سابسکرایب کرده و ویدیومون رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسین. ماری
یکی از برادرای دیگه قسم خورده جومونگ در کنار اویی و هیوبو بود. ماری هم از ابتدا در کنار جومونگ برای برپایی سلسله گوگوریو تلاش‌های فراوانی کرد. ماری در بویو متولد شد و اصالتاً بویویی بود. ماری سیاستمدار مهمی در گوگوریو بود. روش‌های کشورداری ماری تا سالها بعد از مرگش مورد استفاده قرار گرفت. در دوره‌ای که گوگوریو در زمان سلطنت یوری با یک قحطی شدید مواجه شد، ماری با راهکارها و سیاست‌های مناسبش باعث جلوگیری از ایجاد فاجعه در کشور شد. سیاست‌های ماری حتی در بویو هم برای مدتی به کار برده می‌شد. ماری قانونی تصویب کرد که مردم گوگوریو بتونن در تمام مدت سال برنج و غلات تازه مصرف کنند. اما مرگ ماری. سلسله هان از مرگ جومونگ استفاده کرد و به گوگوریو حمله کرد. ابتدا قبیله یانگمک رو علیه گوگوریو تحریک کرد. در این حال هان که در این شرایط می‌خواست که غیر مستقیم در جنگ باشه، به جای فرستادن ارتش خودش، ارتش سلسله‌ای به ژین که شامل 20,000 نفر بود رو فرستاد و ماری هم به همراه برادر قسم خوردش اویی در این جنگ کشته شد. گوگوریو در این جنگ شکست سختی خورد و فرماندهان و اراضی خودش را از دست داد. قبر ماری ابتدا در نزدیکی رودخانه یالو در کره شمالی بود، اما در سال 1705 میلادی زمان سلطنت پادشاه سوجونگ 19مین شاه دوره چوسان جدید به اطراف پیونگیانگ و در کنار تخت سنگی نزدیک مقبره جومونگ دفن شد. دلیل انتقال قبر ماری این بود که قبر ماری در میان سلسله چینگ و چوسان جدید قرار داشت. به همین خاطر به پیونگیانگ منتقل شد. اگه تا این قسمت از ویدیو رو تماشا کردین و مشتاق این سرنوشت شخصیت‌های دیگه سریال جومونگ رو ببینیم، خوشحال میشیم که کانالمون رو سابسکرایب کرده و ویدیومون رو لایک کنین و نظراتتون رو برامون بنویسین. ممنون که نگاهمون کردین.